خب آقا سلام بر بکس یوتیوب، حالتون چطوره بچه‌ها؟ تو این ویدیو خیلی پر انرژی ام و واقعا جا داره که تشکر خیلی بزرگ از تمام اون کسایی که حمایت کردن، لطف داشتن به من، که اگه واقعا حمایت‌های اونا نبود این یک حسابی که من الان رسیدم و این خانواده 1000 تاییمون اصلا وجود نداشت و واقعا دست همشون رو میبوسم و واقعا مرسی. بچه‌ها به مناسبت یکی شدنمون دو تا سورپرایز دارم براتون. سورپرایز اول که بچه‌ها کاسون جایزه داره که داخل چنل تلگراممون هم بهتون گفته بودم که لینکش روی صفحه میاد و توی دیسکریپشن هم قرار میگیره که حتما اونجا جوین بدید که بچه‌ها تایم دقیق کاسون جایزه رو اونجا میذاریم. بچه‌ها حدوداً فکر کنم فردا یا پس فردا بعد از آپلود همین ویدیو هستش و این سورپرایز اوله که بچه‌ها حتما قرار کاسون جایزه رو بچه‌ها بزنین. جایزه‌ش هم داخل چنل تلگرام بهتون میگم، پس حتما جوین بدید اونجا. و سورپرایز دوم بچه‌ها، هر آموزشی که نخواین بچه‌ها رو توی دیسکریپشن تو کامنت ها همین ویدیو بهم بگید. هر کدوم از این درخواستا که لایک بیشتری گرفتن آموزش همون رو واسهتون میذارم و دیگه چی از این بهتر بچه‌ها. دیگه مرسی واقعا به خاطر وجودتون. من دست لونگ ولف استارت کنم و یکم راجع به آینده کانال باهاتون صحبت کنم. و بچه‌ها من یه توضیح ریزی بهتون بگم. بچه‌ها من اون موقعی که یوتیوب استارت زدم حدوداً برمیگرده به 3 سال پیش که بچه‌ها من یه کانال دیگه‌ای داشتم که به لطف یوتیوب الکی چنلم پرید. واقعا خیلی زدال خوردم سر اون قضیه. فکر کنم توی اون چنل مثلا مثل این چنل خیلی پرقدرت فعالیت نمی‌کردم بچه‌ها. مثلا 2 هفته یک بار ویدیو میذاشتم، ولی خب تازه رسیده بودم به 100 ساعت واچ تایم و 120 تا سابسکرایب و 120 تا عشق که بچه‌ها به لطف یوتیوب چنلمونم پاک شد و خیلی من سر این قضیه ناامید شدم. آقا یه سی بهم گفت ول کن یوتیوبو بذار کنار، ولی خب یه سی بهم گفت برگرد و دوباره پرقدرت‌تر شروع کن که مطمئنا قرار نتیجه بهتری بگیری. که بچه‌ها من انقدر به حالا اتفاقات که برام میفته که اینقدر مطمئنم که این اتفاقی نیست بچه‌ها. چون نگاه کنید من اون چنلم که حالا داخلش فعالیت میکردم اصلا ویوی اون چنل 1000مین چنلم نبود، به خاطر اینکه آقا مثلا من توی اون چنل مثلا 2 هفته یه دونه ویدیو میذاشتم و خیلی واقعا چنل یه جوری شده بود که اصلا ویو خاصی نمیداد. مثلا من حساب کنیم از نصف ویدیوها که گیم پلی بود گذاشته بودم اونجا، اون موقع روی 2 انگشت بودم تازه، و مثلا اون موقع که میذاشتم ویدیوها رو زیاد ویو خاصی نمیگرفت. خب به شخصه خب یوتیوب میگفت بابا این اصلا 3 هفته یه بار 2 هفته یه بار یه ویدیو میذاره، اصلا ویدیو خاصی بهم نمیداد و ویدیوامو ساجست نمیکرد. ولی اون چنل که پرید بچه‌ها، این چنل رو من پرقدرت‌تر زدم و یکم با دیسیپلین بهتری مثلا داخلش ویدیو میذاشتم. حالا بچه‌ها دیسیپلین یعنی همون نظم و یه خلاصه که خودتون بدونید. در حالا توی این چنل زیاد دیلی آپلود نبودم، ولی خب سعی کردم در هفته حداقل یه دونه یا 2 تا ویدیو حداقل واسهتون بذارم و حالا شما بردارید و لذتش رو ببرید. و این از این موضوع بچه‌ها این حساب فری فایری که می‌بینید من الان روشم، این دیگه دست من نیست بچه‌ها. دیگه خیلی وقته که من این اکانت رو دادم دست داداشم و حالا یا داداشم روشه یا میده دست رفیقاش و خلاصه که من دیگه روی این اکانت نیستم. و این آخرین ویدیو منه با این حساب فری فایر که قراره بچه حالا فعلا تو ویدیوهای بعد و با یه اکانت نوبی‌تر داشته باشیم تا من یه دونه حساب بهتر بگیرم. حالا من اگه اسم اونو میارم یه دفعه مطمئن باشید یه حواس هنوز از موتی دارم اجرا میدم و خب یوتیوب به اسم اون چی گیر میده و مجبورم بگم حساب فری فایر. ولی حالا خودتون مطمئنا که فهمیدید من دارم راجع به چی صحبت می‌کنم. و این از این موضوع بچه‌ها و قراره که حالا یه حساب بهتر بگیریم. داداشیمون هم خیلی سرحاله، یا پینگش خیلی بالاست یا واقعا من نمیدونم این قضیه داره چیکار میکنه. ما مثلا ببخشید داشتیم اتکیت می‌زدیم، ولی خب کیفیت استاندارد بچه‌ها همه چی خیلی واضح نیست که مثلا این دقیقاً نمیدونه چیکار میکنه. این از این موضوع. و آره دیگه بچه‌ها قراره که حالا در ادامه چنل بچه‌ها چنل رو فقط بکنمش 2 تا موضوع. ویدیوهای آموزشی میذارم براتون، حالا خرج کردنی که من درآمدی از یوتیوب ندارم که بخوام حالا ویدیو خرج کردنی بذارم، چون اگه بخوام بذارم واقعا از جیب خودم دارم میدم و واقعا هیچ سودی برای من نداره، حتی ضررم داره. این داداشی من نمیدونم چرا داره اینجوری میکنه. آره خلاصه بچه پس داشتم میکنمش ویدیوهای آموزشی و سعی میکنم که بچه حالا داخل ویدیوهای بعد کاستومای 4x4 که میرم، بتل که میرم، رنگ واسهتون بذارم، هر چیزی. حالا اون دیگه بستگی به خواسته های شما داره که توی کامنت ها من بگید راجع به هر موضوعی که میخوایم براتون ویدیو بسازم، واسه همون موضوعی که دوست دارید واسهتون ویدیو بگیرم. آره خلاصه دیگه حالا بستگی به درخواست داره و واقعا یه لطفی که بکنید بچه‌ها توی کامنت ها بگید که دقیقاً از چه موضوعاتی بیشتر مثلا نظر شما رو جلب میکنه مثلا به خودش. حالا خیلی دوست داشتم بدونم نظرتون که آقا من دقیقاً روی همون چی کانتنت فعالیت کنم واسهتون و راجع به همون کانتنت ها ویدیو واسهتون بذارم. و آره خلاصه بچه من نمیدونید چقدر بچه‌ها ذوق زدم سر حالا گوشی واسه داداش به این گوشی رو قطع کن.
و آره خلاصه من داداشم بنی گوشو قطع کنه، صداش داره میاد تو ویدیو دیگه، داره خیلی اذیت میکنه بچا. خب بچا آقا یه نمیگم که بک داده بود، آقا بریم این مچ دیگه هم استارت کنیم. و آره خلاصه بچا توی این ویدیو حالا خیلیاتون گفته بود آقا سنس خودتو بگو، سنس خودتو بگو. بچا من سنسم به خدا توی ویدیو سنسیویتی قبل من سنس خودم رو گذاشتم، همونطور که میبینید حالا نشون نمیدم، برید همون ویدیو نگاه کنید که یه خورده نکاتو بهتون گفته باشم. اینجا اگه بخوام سنس رو نشون بهتون بدم، یه نکات جزئی که توی اون ویدیو رو گفتم واقعا نمیتونم توی این ویدیو بگم چون تایمش واقعا زیاد میشه. و این از این موضوع بچه‌ها داشتم میگفتم آقا سنس هم که گذاشتم براتون. بچه‌ها داخل کانال تلگراممون بچه‌ها من چند تا پک سنس یه پک سنس آماده کردم واسه اونایی که آقا هر کار میکنن سنس نمیتونن اوکی کنن واسه خودشون و آقا گوشیشون جوریه که سنس خاصی روش جواب نیست. خب ولی بچه‌ها توی اون پک سنسی که آماده کردم واسهتون و به قیمت خیلی پایینتر از اون چیزی که واقعا چنل‌های دیگه اونا مثلا چنل‌های دیگه میان بچه‌ها پک سنس میذارن که پک سنسشون فیکه و واقعا هیچ کارایی نداره و واقعا خیلی بی درد نخورترین پک سنسو و از من درآوردی ترین پک سنسو میذارم و به قیمت خیلی خیلی گرون میذارم. ولی خب بچه‌ها این پک سنس که من گذاشتم داخل کانال تلگرام، حالا اونایی که جوین دارن اونجا بچه‌ها میدونن که واقعا یه دونه نارضایتی من نداشتم. یعنی یه نفر بیاد بگه آقا سنسات به درد نمیخورده من نداشتم بچه‌ها، چون من تمام رضایت‌ها رو میذارم. بچه‌ها وست یارو رو پوکوندم دیگه، من حرف میزنم اصلا تمرکزم میره روی صفر. بچه‌ها داشتم میگم داداش ببخشید پوکرم نده، ولی خب من از پوکر بدم میاد. بچه‌ها داشتم میگفتم بچه‌ها یه دونه نارضایتی نداشتیم که بچه‌ها قراره داخل کانال تلگرام بیام. حالا اگه حساب فری فایر دیدم که موجود شد برام و قیمتش خیلی مناسب بود، با کمترین روکش بچه‌ها میذارم داخل کانال که شما میتونید خریداری کنید و حالا شاپمون هم یه جورایی راه اندازی کنیم. البته اگه شما دوست داشته باشید و داخل کامنت ها درخواست کنید. و بچه‌ها اون اکانتایی که مثلا اون حسابایی که من میارم بچه‌ها جوریه که با کمترین سود ممکن یا حتی اصلا بدون سود واسهتون گذاشته میشه که شاپ مثلا اونا که حالا شاپ دارن به قیمت‌های خیلی گرونتر میان واسهتون میذارن. و آره خلاصه بچه‌ها سعی میکنم ارزون ترین اکانت ها رو من نمیخوام اسم اینو نیارم نمیتونم ارزون ترین حسابا رو واسهتون بذارم و دیگه شما بردارید نهایت استفاده رو ببرید. و این از این موضوع. بس بچه‌ها حتما داخل کانال تلگراممون جوین بدید که واقعا یکی از مهمترین بخش‌های حالا این چنل منه که حالا داخل چنل مثلا یوتیوب من حساب داشته باشید برای اینکه بتونید بیشترین اطلاعات رو از من داشته باشید. من اینستا فعلا ندارم و نمیخوام و هیچ علاقه‌ای هم والا به اینستا ندارم و خیلی ها از من میپرسن که آقا تو چطوری اینستا نداشتی اینقدر زود اومدی بالا داخل یوتیوب؟ چون اکثرا اونها که مثلا تو یوتیوب دارن فعالیت میکنن یه چنل اینستایی از قبل داشتن و من بدون چنل اینستا اومدم بالا و خیلی واقعا یه کار سخت‌تریه. خود اونایی که حالا بدون اینکه از چنل تلگرام کمک بگیرن و حالا از جای دیگه پشتشون گرم باشه و اومده باشن یوتیوب استارت داده باشن واقعا میدونن که چقدر سخته. آقا بدون اینکه چنل اینستا داشته باشی و از یه جای دیگه مثلا یه هویت ریزی داشته باشی بعدش به چنل یوتیوب بزنی واقعا اونجوری اگه داشته باشم چی پشتوانه خیلی خوبه. ولی خب من اصلا همچین پشتوانه‌ای نداشتم و هیچ موقع داخل اینستا هیچ فعالیتی نداشتم. و این از این مورد داداشی بیاد جلو ما با هم صحبت کنیم. حالا اگه دوست داشته باشه شو بده اینقدر نره عقب. من یو ام پی مثلا یکم ضعیف بخوره نمیدونم، شاید هم خوب بخوره چون مثلا یو ام پی نمیزنم. داداش موومنت میزنی عزیزم، اون موومنت نمیشه با این زاد. خب بمیر دیگه. اونم 19 تا خود داداش وسکو شد. خب این 94 تا خوردی دیگه. بچه آره خلاصه دیگه واقعا نمیدونم بچه چجوری ازتون تشکر کنم و واقعا مرسی که تا این مدت همراه من بودید، حمایت کردید و واقعا مرسی از همتون دیگه. حالا من این دست رو بزنم و دیگه بچه پایان ویدیو رو اعلام کنید و چهار طرف رینگ رو ببوسیم و دیگه خداحافظی کنید. داداش بودو بیا یه دونه اسپید به این بزنم پس مولش. داداش بیا اینجا بزنم یکی پس مول دش کنیم. بیا داداش بیا 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 دیگه داداش کجای بابا؟ خب این نگاه کو پشت دیوار فقط داری خط میگیری. خب الان جا داره من بهت فوش بدم یا نه؟ پروفایل این یارو من ندیدم اصلا. همین الان من عادت دارم لونگ ولف که استارت میکنم من بعد پروفایل میبینم. ولی خب به نظر نباید این باشه. حاج ایکستون خیلی قویه دیگه. آره خلاصه داداش من شوخی میکنم هیچ ادعایی ندارم و دیگه آره خلاصه بچه‌ها من میخوام MP5 بهش بزنم. من میخوام با MP5 بزنم تو سرش صدا بده بچه‌ها. ببینم توی این ویدیو چند تا کامنت میگیره بچه‌ها. واقعا اگه این ویدیو کامنتاش بره بالای 100 تا، یعنی به غیر از کامنت های خودم، من یه هفتگی هم بچه‌ها قرعه کشی میکنم
بین حالا بچه اونایی که تو کامنت ها ویدیو گذاشتن و آره خلاص چی از این بهتر. و بچه‌ها مرسی که تا اینجا ویدیو من همراه بودید و وقت گذاشتید ویدیو رو دیدید و واقعا مرسی از تک تک حمایتاتون. و بچه‌ها دیگه بیشتر این صحبت نمی‌کنم، سرتونم درد آوردم، پس گودبای تا ویدیو بعد.